سلام دوستان، امروز میخوام باهاتون در مورد یک داروی جدید صحبت کنم به نام لکسیس که از زهر مار لکسیس موتا تهیه میشه. این داروی خیلی خیلی پرکاربردیه، به خصوص در دنیای امروز بسیار پرکاربرد شده به خاطر اینکه ما در دنیایی هستیم که همش بر اساس رقابته. اسم این مار همونطور که گفتم لکسیس موتا هست، چون موتا در لاتین به معنی خاموشه و این مار بدون هیچ صدایی حمله میکنه و بهش بوش مایستر هم میگن، یعنی یه جورایی رئیس جنگل. از نظر اسطوره شناسی لکسیس یکی از 3 الهه سرنوشته که کارش اندازه‌گیری طول نخ زندگی هر انسانه. اون تعیین میکنه که عمر هر کس چقدره. در سال 1803 یه زیستشناسی اسم این الهه رو روی مار بوش مایستر گذاشت، چون نیش این مار میتونیم بگیم که میتونه نخ زندگی رو ببره. پس اسم علمی این مار شد لکسیس موتا و در سال 1828 آقای هرینگ از زهر این مار یه دارویی ساخت و اسم همون مار رو که اسمش لکسیس لچسیس هست رو روی این دارو گذاشت. پس این دارو توسط هانمن به دنیا نیامد، بلکه بعد از هانمن پرووینگ انجام شد. پرووینگ یعنی تست روی بیماران و آقای هرینگ اون رو ابداع کرد. مار همیشه توی اسطوره شناسی یه جوری اتصال بین زمین و آسمان بوده، حرکت از پایین به بالا، معنوی کردن طبیعت حیوانی و دقیقاً همین دوگانگی رو در بیماران لاکسیسی میبینیم. بیماران لاکسیسی یا افراد لاکسیسی افرادی هستند که در عین حال که بسیار اهل رقابتند، ولی در عین حال معنویت براشون خیلی مهمه و میخوان معنوی بشن. اون اتصال زمین و بالا یا اون تناقض درشون بسیار بسیار دیده میشه. افراد لکسیسی انرژی و سرزندگی فراوانی دارن که این انرژی و سرزندگی باید بیان بشه و سرریز انرژی دارن. اگر به هر دلیلی جلوی این سرریز انرژی گرفته بشه باعث بیماریشون میشه. اینجا یک چیزی رو توی پرانتز بهتون بگم. یک نظریه هست به نام دکتراین آف سیگنچرز که سابقش به دوره جالینوس برمیگرده. این نظریه میگه که در درمانهای سنتی مبنی بر گیاهان، مثلا گیاهان رو بر اساس شباهتشون با اعضای مختلف بدن میتونیم از درمان اونها آگاه بشیم. یعنی یه جوری میگن که گیاها به ما میفهمونن که برای چه قسمتی از بدن خوبن. بعضی از هومئوپات‌ها به این نظریه اعتقاد دارن، اما خود هانمن میگفتش که نه، فقط تمرکزمون رو بذاریم رو پرووینگ، یعنی فقط تمرکزمون رو بذاریم ببینیم که این دارو چه جوابی میده. اما خیلی از هومئوپات‌ها مثل سانکاران، معروف ترین هومئوپات در حقیقت هست الان، به این دکتراین آف سیگنچر اعتقاد داره و میگه که مثلا در مورد همین لکسیس اگر دقت کنین انگار که مار همش گلوه دیگه، درسته؟ یه دهن و بعد هم گلوه و واقعا هم افرادی که بیماران لکسیسی تمرکز خاصی روی گلو هست بیماری هاشون و مشکلاتشون، مثلا اکثرا بیماری های تیرویدی دارن. یا یه جور دیگه اگه بخوام براتون بگم، موجوداتی هستن که در مرز بین دو دنیا می ایستن. این گلو هم انگار مرز بین دو دنیاست، آستانه خودآگاه و ناخودآگاه. بعد از این پرانتز برگردیم دوباره به معرفی بالینی لکسیس. همونطور که گفتم لکسیس از زهر مار بوش مایستر آمازون به وجود اومد. اثرش عمیق الاثر، یعنی اینکه اگه یادتون باشه برای آکونایت گفتم اثرش رو سریع نشون میده، اما لکسیس کاملا برعکسه، اثرش طولانیه و بسیار ظریفه. یعنی امکانش هست که به بیمار داده میشه، بیمار میاد میگه تغییر نکردم، ولی خود اطرافیان یا اگه اون فرد خوب دقت بکنه تغییرات خیلی ظریف و در طول زمان اتفاق میفته. یکی دیگه از علائم بیمار لکسیسی اینه که در لحظه خواب رفتن و لحظه بیدار شدن حال خوبی نداره. وقتی بیدار میشه حال خوبی نداره. اینا از دقیقاً زمانایی هستن که فشار خون و ضربان قلب تغییر ناگهانی میکنه و سیستم قلبی عروقی لکسیس کلا تحت فشار هستش. کلا سیستم قلبی عروقی جاییه که فشار درونی لکسیس از همه بیشتر خودش رو اونجا نشون میده. بیمار لکسیسی فشار خونش میتونه بالا باشه، واریس داره خیلی وقتها
و بواسیر خونریزی دهنده هم داره. احساس گور گرفتگی داره، تپش قلب داره و همه اینا یه چیز رو نشون میده و اون هم اینه که سیستم قلبی و عروقیش تحت فشاره و به دنبال راه خروجه. لچه سیست همیشه به دنبال راه خروجه. لچه سیست دما و هوای گرم رو هم نمیتونه خوب تحمل کنه. نسبت به تغییرات دما هم واکنش خوبی نشون نمیده. تغییرات ناگهانی دما خیلی اذیتش میکنه. اما از همه چیزها مهمتر، اون چیزی که لاکتوز رو اذیت میکنه فقط گرما نیست. مهمترین چیز و یکی از مهمترین علائمی که میتونه بهتون کمک کنه بیمار لاکتوزی رو تشخیص بدین، خفگی محیطه. فضای بسته و خفه. انگار که این فضای بسته بیشترین اثر رو بر سیستم قلبی و عروقیش وارد میکنه و اونها به هیچ عنوان تحمل فضای بسته رو ندارن. در سمشناسی زهر واقعی این مار بوشمایستر دیواره عروق رو تخریب میکنه و مانع انعقاد خون میشه. کسی که مار واقعی نیشش بزنه، خون تیره از زخمش تراوش میکنه. در بیماران لکه‌سیس هم خونشون معمولاً تیره است، چون لکه‌سیس و داروی فسفر هر دوشون برای خونریزی مناسب هستند. اما تفاوت خونریزی بیمار لکه‌سیس اینه که خونش تیره است. یعنی این یک تشخیص افتراقی خیلی خوبی بین این دارو فسفر و لکه‌سیس. لکه‌سیس ها خونشون تیره است. خونی که از بدنشون خارج میشه یک حالت تیره داره. کلا داروی لکه‌سیس و فسفر رو میشه با هم خیلی اشتباه گرفت، اما اینا تفاوت‌های خیلی زیادی دارن. لکه‌سیس بسیار بسیار حسوده. هر دوشون میتونن با شما گرم و صمیمی بشن، اما لکه‌سیس شما رو مال خودش میدونه. در حتی دوستی های ساده، اگر لکه‌سیس احساس بکنه که کسی دیگه‌ای جای اونو گرفته، حسادت سراغش میاد و خودش هم میدونه بس که حسادت خیلی غیر منطقی داره، اما لکه‌سیس بسیار بسیار حسوده. بیمار لکه‌سیس انرژی حیاتی بسیار بالایی داره و انرژی جنسیش هم بسیار بالاه و اگر این انرژی حیاتی راه خروج طبیعی نداشته باشه، سرکوب نمیشه، مسیرهای دیگه رو پیدا میکنه. ممکنه خیلی پرحرف بشه، فرد بدون وقفه حرف بزنه، انگار انرژی که نمیتونه تخلیه بشه از دهانش خارج میشه. این تپش قلب، گور گرفتگی و سردرد هم به خاطر این طغیان انرژی. لکه‌سیس خشمگین باشه، عصبانیت ناگهانی و غیر منفجره، ممکنه مثل دیگ زودپز باشه. از طرف دیگه لکه‌سیس میتونه درونگرا بشه، ساکت و کنارگیر بشه، اما احساسات شدید زیر این سطح موج میزنه و در حقیقت این خطرناکترین مسیریه که بیمار لکه‌سیسی میتونه بره، چون از بیرون آروم به نظر میرسه اما از درون میجوشه. یه جمله هست در مورد لکه‌سیس ها توی متریال مدیکا و این جمله خیلی مهمه. جمله احمقانه و غیر قابل مقاومت. این یه چیزیه که عذاب‌آوره و لکه‌سیس ها رو اذیت میکنه، چون اونها کاملا میدونن که صفت‌هاشون احمقانه است، حسادتشون بسیار زیاده و این تناقض‌ها رو تجربه میکنن و این بسیار عذاب‌آوره براشون. آدم‌های لکه‌سیس حتی گرم و دوست داشتنی هن، اما با این مشکل درونی دائم دست و پنجه نرم میکنن. نمیشه گفت که اونها یک شخصیت منفی دارن، اتفاقا شخصیت مثبتی دارن، اما این کینه و این حسادت اونا رو از درون رنج میده. اگر بهشون فشار بیاد ممکنه زبونشون تیز بشه و نقطه ضعف طرف مقابل رو هدف قرار بدن، اما بعدش پشیمون میشن به خاطر اینکه همونطور که گفتم بسیار آگاهن. اکثر هومئوپات‌ها لکه‌سیس رو به عنوان پرحرف و برونگرا میشناسن، اما یک مرحله بعدی هم وجود داره. کسی که سالها با شدت بالا زندگی کرده، پر انرژی، پر حرف، پر احساس، بعد از مدتی خسته میشه، انرژیش ته میگیره و غرورش اجازه نمیده که ضعفش رو نشون بده، چون لکه‌سیس ها مغرورن. پس ساکت میشه، کناره‌گیری میکنه، شروع میکنه به فکر کردن در مورد مسائل مذهبی و اخلاقی. نه به خاطر رشد معنوی، بلکه از روی سرخوردگی. در ذهنش فکر میکنه من آدم بزرگی هستم اما کسی قدرم رو نمیدونه. این جمله که اما کسی قدرم رو نمیدونه رو یکی از جمله هایی که میتونه در تشخیص بیمار لکه‌سیس بهتون کمک کنه. لکه‌سیس در کودکان هم دیده میشه و خودشو نشون میده. به ویژه وقتی بچه جدیدی به خانواده اضافه میشه، بچه بزرگتر احساس میکنه جاش رو گرفتن، حسادت میکنه، اما چون نمیتونه بگه، علائم به شکل شب ادراری، کابوس، لکنت و پرخاشگری ظاهر میشه.
یکی از نکاتی که بیماران لکه سیست رو متاسفانه اذیت میکنه، اونها ترس از دیوانگی دارن. لکه سیست احساساتش اونقدر شدیده که این ترس در اون به وجود میاد که داره دیوانه میشه. حسادتی که نمیتونه کنترلش کنه، خشمی که ناگهان منفجر میشه، افکاری که دست از سرش بر نمیدارن. ممکنه این سوال در ذهنش پیش بیاد که آیا دارم عقلم رو از دست میدم؟ وقتی که ترس و حسادت لکه سیست به مرحله عمیق تری میرسه، شروع میکنه به پارانویای توطئه چینی. فکر میکنه مردم پشت سرش حرف میزنن، علیهش نقشه میکشن. این از همون حسادت و سوء ظنش ریشه میگیره. بیمار لکه سیسی میتونه تجربیات شهودی خیلی قوی داشته باشه. یه احساس فوق بشری هم معمولاً دارن که البته خیلی دور از واقعیت نیست. این همون دوگانگی طبیعت حیوانی و معنویشونه. ممکنه حتی احساس کنه نیروهای ماورالطبیعه خاصی داره. حالا میرسیم به مهمترین عضو لکه سیست، یعنی گلو. در حقیقت گلو در لکه سیست یه عضو فیزیکی نیست، انگار که این گلو دروازه‌ای بین خودآگاه و ناخودآگاهه. هر چیزی که میخوایم بیان کنیم از گلو عبور میکنه، هر چیزی که سرکوب میکنیم در گلو میمونه، کلمات در گلومون گیر میکنه، اشکهامون رو قورت میدیم، بغض میکنیم و بنیان لکه سیست همینه، بیان یا سرکوب، و سرکوب در گلو ظاهر میشه. مثلا لکه سیست ها ممکنه راحت نتونن آب بخورن، توی قورت دادن مایعات مشکل داشته باشن. حتی برای خانم های لکه سیستی قبل از پریود احساس احتقان در گلوشون حس میکنن و بعد از پریود احساس احتقان در گلوشون متوقف میشه و قطع میشه. بعد از پریود بهتر میشن. در پریود خون پریودشون معمولا یه مقداری تیره تر هست و بعد از اینکه پریود میشن خیلی احساس بهتری میکنن. این قاعدگی هر ماه یه تخلیه خیلی خوب برای لکه سیسته، انگار که هر ماه فشار جمع شده با پریود آزاد میشه و به خاطر همین افراد لکه سیستی با یائسگی خیلی بدتر میشن، انگار که این دریچه برای همیشه بسته شده، بزرگترین و منظمترین تخلیه بدن بسته شده. خیلی این جمله رو میشنوید، خانم های لکه سیستی ممکنه بگن بعد از یائسگی دیگه خوب نشدن. اینجا یه هشدار مهمم لازمه. لکه سیست فقط داروی زنان نیست، اما معمولا به خاطر اینکه از روی مسائل قاعدگی و یائسگی در زنان خیلی راحت‌تر تشخیص داده میشه لکه سیست، شاید که هومئوپات‌ها ناخودآگاه لکه سیست رو خیلی بیشتر به زنان میدن، اما در حقیقت هم داروی خانم هاست و هم داروی آقایون. لکه سیست ها هنگام اینکه میخوان بخوابن ممکنه احساس خفگی کنن و همچنین با نزدیک شدن یه چیزی به دهنشون خیلی واکنش نشون میدن. اعمال دندون پزشکی براشون خیلی مشکل تر از افراد دیگه هست، چون ورود چیزی در دهانشون خیلی اذیتشون میکنه و احساس خفگی بهشون دست میده. این احساس خفگی اصلا مشکل تنفسی نیست، ریه ها سالمن، اکسیژن کافی، اما مغز سیگنال خفگی میفرسته که در نتیجه اضطراب شدید هست. خب بچه اینجا پادکست رو در مورد لکه سیست میبندم. یه جدولی هم آماده کردم، علائم تشدید و بهبود برای لکه سیست. پادکست رو میبندم با یه داستان جالبی از هرینگ که هرینگ همونطور که گفتم خودش این دارو رو درست کرد و اون رو از زهر مار بوشمایستر درست کرد و اون رو با لاکتوز قند شیر در هاون کوبید. این فرآیند رو در هومئوپاتی بهش میگن تریتوریشن. در هومئوپاتی دو روش برای آماده سازی دارو وجود داره. اگر ماده اولیه در آب یا الکل حل شه مثل عصاره گیاهان، اونو دائم رقیق میکنن، ضربه میزنن با شیشه و دائم رقیق میکنن تا داروی هومئوپاتی به وجود بیاد. اگر ماده اولیه در آب حل نشه مثل فلزات، سنگها یا همین زهر مار که یه زهر خشکی بود، اونو باید بساین و اینجاست که وارد مرحله تریتوریشن میشن. یک هاون بزرگ چینی تهیه میکنن، مقدار خیلی کمی از ماده اولیه مثلا یه قطره از این زهر خشک شده رو هروینگ با لاکتوز مخلوط کرد، بعد شروع به ساییدن کرد 1 ساعت کامل. این رو با دست و با ریتم مشخص میکوبن و هر دقیقه لاکتوز تازه به اون اضافه میکنن و این ساییدن رو ادامه میدن.
بعد از 1 ساعت ساییدن رقت اول به دست میاد 1%. دوباره مقداری از این پودر رو با لاکتوز تازه مخلوط میکنن و 1 ساعت دیگه میساین. رقت دوم به دست میاد و بار سوم به همین ترتیب رقت های مختلف از دارو به دست میاد. این رقت ها همون پتنس هایی که بهتون گفتم که داروهای هموپاتی در پتنس های مختلفی تهیه میشه. من اینجا پتنس رو به فارسی به رقت ترجمه کردم. بعد از 3 مرحله تریتوریشن ماده به اندازه کافی، به اصطلاح میگم باز شده و وقتی ماده باز میشه اون رو در آب حل میکنن و دوباره به همون روش معمولی رقیق سازی رو ادامه میدن. هومئوپات‌ها معتقدن که تریتوریشن صرفاً ریز کردن ماده نیست، بلکه فرایندیه که اطلاعات ماده از اون آزاد میشه. و جالب اینه که هومئوپات‌هایی که تریتوریشن انجام دادن گزارش میدن که حین ساییدن علائمی رو تجربه میکنن. انگار با همون ساییدن اثر دارو اثبات دارویی شروع میشه. همین اتفاق برای هرینگ افتاد. هرینگ داشت زهر لاکسیس رو با لاکتوز در هاون میکوبید. گرد و غبار بسیار زیادی از هاون بلند شده بود که احتمالاً استنشاق میکرد و به این طریق بدون اینکه بخواد اولین اثبات دارویی شروع شد. احساس گلو درد کرد، اضطراب شدیدی پیدا کرد و نوشته با وجود خواب و لودگی خیلی زیاد پرحرف شده بود و احساس حساسیت و فشار و ناراحتی در گلو میکرد، به طوری که از این فشار نمیتونست بخوابه. تمام این علائم گلو درد، اضطراب، پرحرفی، حساسیت گلو، مشکل خواب بعداً به عنوان علائم اصلی لاکسیس تایید شد. خب امیدوارم که از طریق این پادکست شما رو تونسته باشم با دنیای لاکسیس آشنا کنم و یک قدم دیگه‌ای شما رو به دنیای جالب هومئوپاتی نزدیک کرده باشم. خداحافظتون.